چیزها رو مثلا شما حرکت کنید ای دست نکنید گر بگر نشرگی بشه قطیختم نوز کشیتم نوز بکشی ایجو تو تهارت داری یکی کسی به تهارت هم تبرای شیروگان بوره هم تختا پرک اگر میگه همچونه که در دنی قوریستان خوری هیچی مثلا همین سوالو همین بود حضرت ده مونده که همین سری 10 دونه قلمه حضرت امیر جان دا بودیم آخی میگفتم یک قلمه شما میبری با همون شویخته بپذیر آخی همون بخره ده حق دعا کنه آخی حضرت امیر سعید یعنی اما دنیا اگر قلمه میخورد به این درجه نمیرسید اگر استعمال میکنه چسناگ رو استعمال میکنه پودینه را استعمال میکنه نیازگو را استعمال میکنه اینا مثلا پیاز پیامبر گفته است که چگونه ای که از بوی همین ملائکه ها آزار میابند انسان ها آزار میابند ملائکه هم آزار میابند حال اون که اینا حلال های خدا هستند حتی پیامبر ما گفت کسی اگر استعمال کنه میره لا تدخلن مسجدنا مسجد ما نیاید گفتن اگر تصور کنید اینها حلال های خدا هم به خاطر بوی دارند همین ناس هم برادر عزیز مثلا ایودا پلیدتر ایو او پلیده او یک چیزی مثال بگیم مکروه تحریمی ای و صاحب مسلک میگه کسی اگر در برش ناس داره نماز میخونه نماز گردنش ساقط میشه لیکن یگان اجر نداره یگان اجر نداره برای همین بسیار یک گناهی بزرگه هم گناه هم در اعتقاد مردم ما ناز شکننده طهارت میگوید به خاطر میگه هر آینه ناز خواهی نخواهی میگه ایمی زیر زبان چشمه داره ما همجا در چشمه که آب میبره کو همین دهنی ما داریم که آب بدنش همون ایستابه میگه از همون جا ناز خواهی نخواهی اگه خونوچه زرداوی میگه بیرون میکنه به همین خاطر میگه شکننده های طهارت هم میگوید میگه که این ضرر داره خب در جسمی آدم ضرر داره طول بگیم همیشه در کنترلش که هستی بعد خودت هم که همین بسیار توفیقت سستایی خب ای شیطان در خودت گنده ای برای که هم توفیقت سستایی حتی دیگر تمام مثال بوده هیچی حاجت هم لازم هم نیست دیگر هم برای همین گناهگار میشین تقصیر هیچ وقت پولش حرامه پولش هم حرامه استعمالش هم حرامه کسی میفروشه حرامه پولش هم حرامه دفق شهوت باشد دفق شهوتش با معنایی که پریده ببروید و از روی شهوت ببروید وقتی منی از آدم جدا میشه وقتی که ممکن یگان مثال میگه آدم یک بلندی پایون میشود یا مثال همون یگان طریق سیستم درنم امکان داره که ویران شود همون چیز مثال سر به بیاید برای این وقتی که او بیرون شید خودش همی خیلی آزاد رنگ این پیشو روی غسل نداره طهارت هم میشکن یکی غسل جنابت فقط روی شهوت باشه لباس جزیر میشه البته لباس بینماز اگه آب منی لباس بینماز نمیکنه منی باشه اگر مثال به لباس که مثال میرسه اگر تر باشه مثال میشویش نه که اگر بیست قاق شوا میگه همون رنگ همین چیزی که یک لای در تنم میپره هم تا تازهش که برد دماست خوندم میگه آبی منیشه مزیش چیه؟ مزیش اکو او مزیش مثال بعد پیشاویور اوناش بینماز هم مدی هسته مزی هسته منی هسته سه خیلی لیکن آدم ایو را جدا کردن کمتر کاری مشکله فقط منی خودش که چیزی تنداره غوصه ممکن آدم احساس کنه ببینه بفهمش لیکن مدی و مزی را ممکن جدا کنه
میگه که تو با شهوت نبرویم چی نمیشه غسل واجب نمیشه. با پیش گلستان گذشت حضرت حسابی که داخل قبر میدید میفهمید در این قبر چی گپه میگه رسیده قبر دا ایستاد گو صاحبای همی را بیاری آوردن گو که انا نفراتون در عذابند گفتم پیامبر گرامی ایو چی عیب داشتن گفت یک تاش سخن چین بده یک تا دیگرش گفت انمی پیشابش دا گفت تماما رعایه نمیکرده مثلا همین پیشابش هم میکرد خب دیگه خودش همو قاق نمیکرد نمیستاده اولی بین بیچاره همین صاحبای کتاب هم قمینت کردن که میگه که وقتی که پیشاب بود کدی با همون چند ساله که باشی با عمرت میگه همون قبو پر جدا 20 ساله 30 ساله همون قبو پر میگه که همون چیزی باشه همش پایان شوه و در وقت همونش قاق تازه کود مقصد بعد بروک تا پوش بعد یو حتما مثال اگر با توحید زیادتر باشه تیز مستحب میکنی آدمی که پای به طهارت بگرده نه مثال فقط نگه که کو نماز کی بشه دوی پای به طهارت گشتگی آدم یکی مبادای خدا جانش بگیره این جاینشینی کلمه لا اله الا الله هست یعنی یکی اگر به همین کلمه نرسی پیامبر میگه کسی اگر بگه که من قال لا اله الا الله دخل الجنه کان آخر کلام لا اله الا الله کسی همین دنیا آخران گپش اگر لا اله الا الله باشه داخل جنت میشه میگه کسی پای به طهارت بمبره اگر عیناً همون کلمه را گفتگیه اگر چی به زبانش نگفته باشه برای همین همه پای به طهارت بسیار خوبی ها دارن حتی در کتاب ها خواندم که صاحبای کتاب میگن که اگر همین شب درد کنه یک زد مقصدش اگر به شرط الحمدلله رب العالمین اگر مقصدش زیان دادنت باشه میگه پای به طهارت برای درش بکشو همون نیت بعدی که داره همون نیت بعدش عوض میشه اگر شما مثال با پای به طهارت همون را مقصد درش بکشوید پای به طهارت میگه تا آدم هیبت پیدا میکنه حتی تمام ملائکه های هست طلب مغفرت میکنن در حق نفری که پای به طهارت میگرده ملائکه در حق دعا کیستن تو برای پای به طهارت میگه هر کسی که اگر پای به طهارت خواب کنه میگه جای خوابش حکم مسجد داره ساعتهای خوابش نمازه نفساش تسبیحه یکی کسی به طهارت انت برای شیروگان برای تخت پرت اگر میگه همچونه که در دنی قبرستان خوابید هیچی مثلا برای مثال ده که بفهمین هایده رکت تا 12 رکت هست چند تایشه میخونی بخوام برادر از خواب که میگه پیامبر موقت است که هرگاهی که انسانی که اگر نماز شب خونه میگه در حدیث میگه یا ایها الناس ای کسانی که ای جمعیت مردم میگه اطعموا الطعام میگه شما اگر امکانیتاتون باشه طعام بتین و همچنان باید دیگر را که دیدین السلام علیکم و رحمت الله بگین وسیل الارحام با نزدیکا و خویشتواراتون رفت آمد کنین بین و صلو و ناس و نیام نماز شب بخوانین وقتی مردم خوابه بین چی گفت سلام بتین طعام بتین نزدیکاتون قطعی رفت آمد کنین نماز شب بخوانین بعد ادامه چی گفت تدخل الجنت بالسلام میدونین که وقتی نزد جنت در راه حاضر میشین ملائکه های هستن که شما را قبول میکنن که یا نفرهای بودن در دنیا که ادا کننده نمی عمل ها بودن اونها شما را استقبال میگیرن همون جای خودتون میبرن این چیزا مهمه بعد
در همون نماز شب خوبیش در چیه که پیامبر گفته است که هر بنده ای که اگر یک بار بگه الله بگه 100 بار لبیک میشنوه. ساعتی هست که الله مهربان مراجعت کرده که چیزی میخوای همون لحظه دا بگو همون مقصد حاصل میشه. این چیزها رو مثلا شما حرکت کنید ای دست نکنید گر بگر نشرگی بشه و قطیختم ناز کشیتم ناز بکشی ایک جو تو تمارت داری باشه رفتم پیامبر اون میگه که بخوریم به دست راست زیرا به دست چپ شیطان میخوره. من میکنه ازت نخوریم میگه به دست چپ به دست راست بخوره. یونس نیفت حضرت یونس نداد گرفته تا پرت افتانش که همون نهنگ کلان میگه در دهنش گرفتش با امرای بالا در دهنی مثال همون نهنگ زد. مفسرها میگن که بعضیش میگن 3 روز بعضیش میگن 7 روز بعضیش میگن 40 روز در شکم ماهی بود و فقط تسبیح شمی بود لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین. انا همیره شما اگر در کدام حالت غلط دیدین یکی انمی تسبیح را بگین انمی لا اله الا انت سبحانك اینی کنت من الظالمین. حالا ببین در تفسیر همین حدیث هم آمدگی که ای تمام تنگنایی و سختی که مبتلا شدین الله نجاتتان میده. میگه حتی وقتی امیر ای درنی ماهی میخوان صدا و غلغلش میگه باسمان رفت ملائکه شنیدن حتی گفتن همین آواز شناسه. میگه الله مهربان گفت که این یونس هست که مثال در بطن ماهی میگه دعا کردن که خدای نجات شده. بعد میگن 3 روز بعد آوردش میگن ماهی و در درنش کم به ماهی آخی میگه وقتی پرت افتش رنگ پرنده ای که تماما پر ندارم کشیده بود لوچ دا پوست کندگی بود تنش پوست کندگی بود پرت افتش میگه ساحل دا میگه و همونجا دا میگه یقتین گفتگی در قرآن کلمه یقتین آمده است. اصلا کدو را با عربی قرع میگن قرع لیکن در اینجا یقتین آمدگی است. وقتی میگه پرت افتش میگه حضرت پیامبرمون وقتی در پیش کدو آوردن میگه اول کدو سر میکرد میگفتی میوه بود که برادرم یونس میخورد. خداوند در بالا که سر همین یونس سایگیش برگ کدو را کرد. الله همونجا کدو را رویاند سایگی هم دا میستاد. بعضی مفسران میگن که ای همون کدو میخورد کدو را خامخام هم خوردن میشود. کدو را هم خامخام میخوری هم ساکش اگر بخوری با بی نهایت مفیده. برای همین پیامبر ما کدو را دوست میداشت که همین خیل بود. بعد در میگه حلقه حضرت امام ابو یوسف هم درس رفته ثابت که حدیث کدو آمد که پیامبر اگر در دسترخوان کدو را میدید اول کدو را میخورد. یک کس میگه همجا گویی حضرت ما همین خیل بعد میبینم که ابو یوسف گفت که تو همین را گفت از روی نافهمید گفتی اگر همین را دیده و دونسته میگفتی تو تعذیر واجب میشی ما تو را دره میزیم. چیزی را پیامبر نقض میدید او را از هوا و حواس خودش نقض نمیدید. برای همین یعنی کدو حقیقتا مثال میوهی هست که پیامبرمون دوست میداشتن. این بسیار چیزه اگر همون زنکا را بگیم که به حد ثواب داره که بخیزه قلم با پزتان بتون مثال بخورین خوبه. ما هم دوره دعوت داشتیم همین سوالا همین بود حضرت ده من دعا که همین سری 10 دونه قلمه حضرت امیر جان دا بودیم. آخه من گفتم یک قلمش هم میبری با همون شوخته بپذیر آخه همون بخوره در حق دعا کنه. آخه حضرت امیر سعید علامه دنیا اگر قلمه میخورد به این درجه نمیرسید. همون را با شوی خطانه بپذیر به خاطر همون بزرگوار بپذیر همون شوی خطه بتیش یکی سری میخیزی مثال چکله شربرین باشه شیر کدو باشه بسیار خوب نمیشه. مثال میخوری
با دهخکش دعا میکنی میگوی خدا برکت تزنک اینمی کاری ثوابه اینمی کاری فلان ایفته به همین راه میشه وگرنه عملش بیه با اون شرکتی فقط آه در شیربرنج نه نه اکه مثلا نه شیر کدوش نه شیر بریم فقط ما را میگیم که همین ترغیب کنین خوبه تبوگه اکی را بخری ثواب میگیری ثواب اکه برای خاطر پیامبر ما کدو میخوردن لیکن شیر به حد در ترکیبش کلسی زیاد داره ولی یک دکتری دندان داره میگه یک افغان میگه آمد میگه در دندانو همون میگه ما همون اپاراتوی که دارو میگه همون میگه زورش نمیرسه دندانوش در میگه من فهمیدم که شیر میخوره شیر که بسیار میخورن گفت دندانو به حد سخته استخوان هم سخت میشه واقعی به حد کلسیش بسیار این شیره ده همین شیره سهری رو بتونین اگر مثلا همین شیره بپزین همین نان ریزه کنیم بخورین شیری مثلا همین شیره بخورین به حد فایدهش کلانه کمی بعدی افتاب بلند شدن ظهر را بخونن یک نیزه بلند شدن شوزی بود که نمی ساعت های 6 توغری میگیره بخوننش اشراق شد با کمتر دیرتر یکون ساعت پسی دیگه یا 2 ساعت پسی دیگه میشه اوش اشراق شد بخونن دادم جواب دادم یا خیلی ترسوندنش میگی سرد میتونم سرد میتونم که زمان آینده میشه ای سرد میتونم ولی معلوم نیست خیلی ترسوندن نه دیگه احتیاط که نگیره میگه پورا تمام برای زن یا زیرا نمیترسه میترسه و نمیترسه برعکس او میگه وقتی بین میگویش که طلاق میگه طلاق کدو میگه 3 طلاق کن 3 تا نکنی برای همین این جهل یکمش دیمش که چیزا رو شما با این چیزها مقصد هیچ وقت پرینسیپ نمونید برای که نه خطون مردکین نه زناتون هم ایتسا میترسن این کار شوخی نداره این 3 طلاق کردگی رو ما فضل کشتن کفته ایستن دلیل کفته هر توش مثال به حلاله هم راضیه میگه حلاله کنه میگیریم برای همین چیزا را که آمده سیدن کارو برای همین لازم نیست چی در کارو چی در کار داریم با این طلاق مثال شرط موندن لازم نیست ساختیم چی در کار نصیحت کنیم مصلحت بتین اکه زدن نیست شبیه کیرم اکه ظلم نیو مثلا سختگیری خوبه سختگیری به معنای میگد که پیامبرمون حدیثه که شما در خونه همه یکون خمچه که یکون سکه کشال بمان همون قطعیت تپوچه که زدی همون رو باروی همون دویم کشال بمانش همون را دویم ببینه همون یک جذبه کرده برای همین همون را مایلش میسال بین پیامبر گفته است که وقتی 10 ساله شده نماز نخوندن شما ضرب شون کنید ضرب به معنای سیاست شون کنید کودک چه کودک به هر حال اگر این سیاست دوره هزار میکنه میترسه برای همین خیلی نه که مثال دیگه تماما همین قد چیزی مثال همین حرکتی دوری در سر هم کودک دوری خیلی نیست همون یک کاری کن در کار که حواسمند کن در کار اگر با حواسمند کنیش یاد بگیره چی نه که با پول مقصد بگیره که با همه در کودک پول نتی خوب ترکه یکون چیز کوی وزیره هر یک چیزی خوب بسیار برومدگی نیسول یک همی فلان سوره را میخونی بچه هم کچید میفوره کاری که اینکه به همین خوردن یا به یکون بازیچو ما همین مقصد یکون آموزش کنی خوبه ده انشالله هیچی گپی نداره همین تلفن ها هم امروز هم کودک های دور کنه میشه فقط همون را یک وقتی معین قد کنیم معینش نیم ساعته 1 ساعته با همون آوره شید بگیرش اکه برای بچه هم بود مثال درس بخون
اما یک وقتی معین قدی باشه چه تری 24 ساعتش نکنی. بسم الله الرحمن برکنو عقبای خود آباد کن. ای دیل صدای مرگ تو را هم رسیدنیست. صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنیست. پیوستگی مکن با جهان دل در آن نبند، زیرا که این جهان با تو کلی بریدنیست. از مرگ خود بترس که تنها روی به گور. از مرگ خود بترس که تنها روی به گور. با منکر و نکیر جواب تو دادنیست. چون حضرت رسول خدا در جهان نماند، چون حضرت رسول خدا در جهان نماند، ما را چه اعتماد به نابود بودنیست. از گوش خویش میشنوی که کن فلان نمان، در گوش دیگران خبری تو هم رسیدنیست. تا وقتی که هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روز سراغ نزد من آیی که من نیستم. مغرور مشو بدین گل و بستان زندگی، این مرکبی حیات ندایم دویدنیست. از مرگ خود بترس که تنها روی به گور. با منکر و نکیر جواب تو دادنیست. باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی، ترک ما کردی و به خاکم آغوش شدی. خانه را اگر نور بود ز رخسار تو بود، ای چراغ نور تو از چه چیز خاموش شدی. صدای مرگ در گوشم، منم آواره دنیا، با قید مرگ من حیران شدم بیچاره دنیا. همه شاهان گدا دیدم، به نوبت میروم گریان. ببین افسوس و واویلا جگر صد پاره دنیا. ببین افسوس و واویلا جگر صد پاره دنیا. نه بزار نه بزر گردی خلاص از چنگ عزرائیل. ببین افسوس و واویلا جگر صد پاره دنیا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
الله مهربان برسانی ثواب این آیت های ربانی، ثواب این پند و نصیحت ها، ثواب این خیر احسان ها را برهانت جمیع آن بندگانی که از اولاد و اجداد اهل این خاندان، اهل این منزل، علی خصوص پدری که گذاشتن، خدای مهربان رحمت و مغفرت بگردانی، کمبودی ها و خطاها و لغزش هاشون خدای با فضل کرم بخشیده بگردانی. باقی مانده فرزندان را خدا عمری دراز، ایمانی کامل، سعادت دنیا و آخرت نصیب گردانی. خدای خاتمه کار همه ما بندگان رو به خیر بگردانی، ایمان هامون با سلامت نگه داری، اخلاص یقینمون به سوی دینت الله مهربان زیاد بگردانی. اللهم بك اصبحنا و بك امسینا و بك نحیا و بك نموت و الیک المصیر یا ارحم الراحمین. خدا رحمت و مغفرت کنه عزیزان.